مهم نیست که چی شرایط روی ماست، مهم این است که درون ما چی می گذرد. عده ترک وطن می کنند و عده دیگر باشند در حسرت برگشتن به سوی وطن هستند. مجردها از پی زن گرفتن هستند، اما عائله دارها را می بینی که در پی طلاق هستند. عده با دارو و درمان از بارداری و حامله‌داری جلوگیری می کنند و عده دیگر باشند با دارو و درمان‌های زیاد سعی می کنند تا که فرزند داشته باشند. کارگران از شغلشان می نالند، اما بیکاران باشند از پی دریافت شغل هستند. فقیران در حسرت ثروتمندان هستند، اما ثروتمندان باشند از مشکلی ثروتشان در رنج و عذابند. مردم عادی می خواهند مشهور شوند و وقتی مشهور می شوند خود را از چشم مردم پنهان می سازند. هیچ کس نمی داند که تنها فرموله خوشبختی در دنیا یک چیز است. قدر داشته هایمان را بدانیم و همواره شکرگزاری نعمتهای پروردگار باشیم. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. دو نعمت هست در انسانها که در آنها مغرور گشتند، قدرشان را نمی دانند. یکیش سلامتی و دیگرش آزادی.